پشتون میکنه، امروز اگر شایق است پروان است دفاع از طالب میکنه، امروز اگر شایق است پروان است دفاع از حق میکنه. چرا زورتان میده؟ این حال برادر شیرتر دوستان معرفی میکنیم به خاطر از اینکه شایخ ما برش قبلا در فیسبوک پیام داده بودم گفتم ما افغانستان میاییم چون خوش اومده به خاطر اینکه در جای میری در طالب. من از او وطندار تیر هستم که دنبوره باز است، من از او وطندار تیر هستم که بچه باز است. یک بسیار لوده آدم هستی، وطندار رو نمیفهم زنده باد افغانستان، اینا رو خواب در کشمیر زدن مردم بس کو که بچه تو نواده مرا تا فعلا هیچ پشتونه، هیچ هراتیه، هیچ هلمندیه، هیچ جوزجانیه، هیچ دیگه ولایت ها هیچ کدامش تا فعلا ما را دو نزده، هیچ کدامش به ما تحقیر و توهین نکرده. الله خودش میدانه که ما صدای حق هستیم و در هیچ شک وجود نداره. برای ما هیچ فرق نمیکنه که ما تمام وطندارایم دشمن ما شده. به خاطر چی؟ من از او وطندار تیر هستم که دنبوره باز است، من از او وطندار تیر هستم که بچه باز است، من از او وطندار تیر هستم که زنک باز است، قمار باز است، لندغر است، پاچقر است و خیلی مشکلات دیگه داره. و اکثریت کسایی که در فیسبوک، در یوتیوب، در تیک تاک سر ما ویدیو میسازن و ما را دو میزنن بدارت میگن، اکثریتشان عمود دنبوره بازا، لچکا، پاچقرا، موبایل دزدا، کسایی که واقعا با رفتنشان از افغانستان امروز افغانستان آرام است، امروز افغانستان راحت است، امروز مردم افغانستان نفس راحت میکشه. الله را شاهد بگیرین، من خطابم به کسایی هست که ما را دو نمیزنن، ما را دوست داره و ما را حمایت میکنه. با اونا است که شما قضاوت بکنین که با رفتن همین پاچقرا، همین دزدا، همین موبایل دزدا، همین بچه بازا، همین بچه بیریشایی که صد رقم گپ در مورد شایق جان میزنن که خداوند سخت ازشان باخساز بکنه و باخساز هم کرده، دیگه چی در وجودتان مانده؟ شما نه شرف دارین، نه عزت دارین، نه آبرو دارین، هیچ چیزی ندارین. در وطن خود دیگه گشته نمیتونین. شما اینقدر بی غیرت شدین دیگه در وطن خود گشته نمیتونین. شما مرد از این حداقل نیستین. خطاب ما به کسایی هست که ما را دو میزنن، شما مرد از این حداقل نیستین که عکس خودتان در پروفایلتان بانین و بگوین که من فلانیستم، بچه فلانیستم، که بیایم دمو پیش خانه تان قد شما حسابی بکنیم. شما بسیار خودتان بی وجدان، بی غیرت و بی ناموس هستین وقتی که ما را بی وجدان و بی غیرت و بی ناموس میگین. ما از کی دفاع کردیم؟ ما از حکومت دفاع کردیم که آمر اوزش امام مسجد است. ما از حکومت دفاع کردیم که الحمدلله شما تفاوت خودتان احساس بکنین. ما از کسی دفاع کردیم که خودش پیش میشه و تمام اوضاع در پشتش استاد میشه و او جماعت میده. ما از او دفاع کردیم، از او حکومت دفاع میکنیم. ما دیگه از تابلت کفروش و از زیکپ فروش و از شراب فروش و حمایت نمیکنیم. شما زیکپ فروشا، شما تابلت کفروشا، شما بی‌وجدانا، شما کسایی هستین که الله شما را شناخته و شما را اینمه قدر ذلیل و بدبخت ساخته. الله ساخته. امروز اگر شایق است پروان است و دفاع از قوم پشتون میکنه، امروز اگر شایق است پروان است دفاع از طالب میکنه، امروز اگر شایق است پروان است دفاع از حق میکنه. چرا زورتان میده؟ نه دفاع از شما دنبوره بازا و از شما لچکا و پاچقرا و موبایل دزدا بکنه. حالا شما خب بچون و بون به ما معلوم هستین که شما دزد هستین. شما کسایی بودین که وضعیت افغانستان شما خراب کردین. شما سر بیادرزاده و سر خوارزاده و سر مادر خودتان رحم نکردین. ویدیوهای تمامتان در فیسبوک ها موجود است که شما واقعا بچه میرقصاندین که امروز در مورد شایق گپ میزنین. شما خودتان ذلیل هستین، خودتان مشکل دارین، آنقدر بدبخت هستین که امروز سر شایق گپ میزنین. شایق مردواره، شیرواره از امارت اسلامی دفاع کرده، دفاع میکنه و دفاع خواهیم کرد. ما دیگه اجازه نمیتیم که شما را واره پاچقرا و بی ناموسا و بی غیرتا در افغانستان حاکمیت بکنه. شما رذیل هستین، بدبخت هستین و امروز به افتخار اعلان میکنم که ما حامی امارت اسلامی هستیم و این اولین خبرنگاری است که با جرأت اعلان میکنه که ما حامی امارت اسلامی هستیم. ما از امارت اسلامی، از نظام اسلامی حمایت میکنیم. ما دیگه اجازه نمیتیم شما را وارد شرابخورا و بیناموسا و لچکا و پاچقرا بیاید افغانستان حکومت بکنه. شما موبایل دزد هستین، کجا شما سند دارین؟
موبایل دزدای بی غیرتا، کل عمرتان در دزدی و نوکری تیر شده، شما کجا سند دارین؟ لچکا. امروز یک بیناموس دیگه برای من زنگ زده بود، البته بسیار میبخشین که من بسیار دلم درد کرده، چرا که کل کل فحش کسایی به ما داده که هم ولایتی ما هستن، از سمت شمال ما هستن، ما را دو زده. فیکس به خاطر چی؟ که تو چرا از پاچقرا دفاع نمی کنی؟ چرا از موبایل دزدا دفاع نمی کنی؟ چرا از مافیای و لچکا و بچه بازا دفاع نمی کنی؟ نمی کنم. من از حق دفاع میکنم، فامیل من از حق دفاع میکنه، شایق از حق دفاع میکنه. دقیقا ما بچه ما یاد دادیم که تو از حق دفاع بکن. دی از لچکای بیناموسای بیشرفای رزیلای مثل شما که تمام عمر در لچکی و بدبختی و بچه بازی و بی غیرت